سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه 21 می در خدمت شما. بنا به گزارش‌ها در جریان تیراندازی در شهر خاروق مرکزی ولایت بدخشان دستی کم 3 نفر کشته شدند. امری خدا دمدار معاون اولی رئیس ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت تیراندازی هنگام بازداشت یک گروه جنایی به وقوع پیوسته است، ولی جزئیات حادثه را شرح نداد. بر طبق خبرها این افراد به جنایت متهم شدند، ولی معلوم نیست به سوی آنها هنگام فرار و یا مقاومتشان به ماموران میلیسا تیر انداختند. در عموم وضع خاروق آرام ارزیابی می شود، اما تیراندازی مناقشه خونین ماه ایونی سال 2012 را به یاد ساکنان خاروق انداخت و مایه تشویش و اضطراب آنها شده است. پارلمان تاجیکستان با اصلاح کودکسی جنایی برای آنها جزا مقرر کرد که در جنگ و مناقشه در کشورهای خارجی شرکت می‌کنند. تاکنون این گونه افراد را با گناه عضویت در گروه‌های جنایی خارج از تاجیکستان جزا می‌دادند. شرکت جوانان تاجیک در جنگ سوریه با بهانه جهاد وکیلان مجلس نمایندگان را وادار کرد که کودکس جنایی را تغییر دهند. کینا و عداوت نداریم، با یگان خیلی جنگ جدال کردن نیستیم و روان کردن نیستیم، کسی را از این مقصد بودیم. برعکس ما کوشش میکنیم که با این حادثه را نتیم پیشگیری کنیم، برای جزا پیش بینی کردیم. هر یک دولت پرابلم داخلی خودش رو، شهروندان خودش رو، وبرات خودش، خلق خودش حل میکنه. دادگاه‌های تاجیکستان تنها در ماه دکبر سال گذشته 5 جوان تاجیک را که در کنار شورشان علیه حکومت بشار اسد جنگیدند با گناه عضویت در گروه‌های جنایی در خارج از کشور به زندان محکوم کرد. در نشست امنیتی در شهر شنخای چین امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای آسیایی دعوت کرد بعد اخراج نیروهای خارجی تا آخر امسال افغانستان را تنها نگذارند. او در نشست سازمان مکالمه و اعتمادسازی در آسیا روز 21 می در شهر شنخای گفت تنها با کمک مشترک میتوان در افغانستان صلح و ثبات را برقرار کرد. خبرنگار رادیو آزادی که در نشست شرکت داشت میگوید رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله درباره تامین امنیت در منطقه صحبت کردند. Регион чрезвычайно подвержен как внешним, так и внутренним вызовам. Особую тревогу вызывает тот факт, что Центральная Азия как единое целое фактически не подготовлена к вызовам и рискам собственной безопасности. Это обуславливается рядом таких факторов, как отсутствие единого концепта понимания региональной безопасности. نشست سازمان مکالمه و اعتمادسازی در آسیا در همین روز با قبول اعلامیه خاتمه می‌یابد. هزاران نفر از سربازان نیروهای مسلح تاجیکستان برای راهپیمایی نظامی به مناسبت 20مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی تاجیکستان آماده می‌شوند. آمادگی به راهپیمایی نظامی در مرکز شهر دوشنبه صورت می‌گیرد و واحدهای ارتش، وزارت امور داخلی، کمیته امنیت و گاردی ریاست جمهوری از جمله واحدهای زنانه هم در این راهپیمایی شرکت می‌کنند. راهپیمایی نظامی روز 28 می در روز 20مین سالگرد تأسیس نیروهای مرزبانی در مرکز پایتخت صورت می‌گیرد. در نیروهای مرزبانی تاجیکستان بیشتر از 16,000 نفر خدمت می‌کنند. در دوشنبه آزمون جمهوریوی نقاشان جوان تحت عنوان تاجیکستان کشور عزیزم پایان یافت. در این آزمون 3 نقاش نورس شرکت کردند و 12 نفر آنها به دور نهایی راه یافتند و از این میان 5 نفر غالب آزمون شدند. یکی از شرط‌های اصلی آزمون تصویر طبیعت و زیبایی‌های تاجیکستان کوهستانی بود. آزمون مصوران جوان تاجیک با تشبث کمیته جوانان و مرکز ایجادی کودکان و نورسان شهر دوشنبه صورت گرفت. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیو در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.